به نام خدا. من جواد محمودی، دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهاندار کرمان هستم در رشته مخابرات سیستم. لکچر 3 دانشگاه استنفورد در خصوص دیپ لرنینگ کورس CS231N رو ارائه دارم میدم و در این لکچر ما توابع لاس و در خصوص اپتیمایزیشن قصد داریم صحبت کنیم. ببینین، از لکچر 2 یادآوری میکنیم که قصد داشتیم یک سری تصویر ورودی رو طبقه بندی کنیم. خب با یک سری چالش هایی روبرو بودیم که این چالش ها عبارت بود مثلا نورپردازی های کم، یا اینکه زاویه دوربین حرکت کنه و تغییر کنه، یا اینکه خب شکل اون جسمی رو که ما قصد داریم تشخیص بدیم یه حالت تغییراتی داشته باشه یا دیفورمیشن هایی درش اتفاق بیفته، یا حالتی ممکنه که یه قسمتی از اون شیئی رو که قصد داریم تشخیص بدیم در تصویر داشته باشیم، و یا اینکه بک‌گراند ما خیلی به اصطلاح با اون جسم داخل بک‌گراند قرار گرفته باشه که خیلی شبیه به جسممون هست، و یا اینکه کلاس های مختلف خب تنوع های مختلفی هم دارن که اینجا گربه ها با رنگ ها و شکل های مختلفی خب وجود دارند. خب در از اون C410 یه دیتا ست برای ایمیج کلاسیفیکیشن هست که معرفی شد، در خصوص KNN صحبت شد و کراس ولیدیشن و K-fold کراس ولیدیشن، و اینکه داده ها بهتره که به داده های ترین و ولیدیشن و تست تقسیم بندی بشن. توضیحاتی داده شد. خب رسیدیم به جایی که طبقه بندی یک طبقه بند خطی یا لینیر کلاسیفایر رو بررسی کردیم و گفتیم که در بحث لینیر کلاسیفایر ما یک تصویر ورودی رو داریم که این تصویر ورودی ما به صورت یک وکتور ستونی در میاد و این مقدار x ما هست و ما هدفمون این هست W هایی رو تولید کنیم که این W ها زمانی که در x با یه بایاس جمع میشن یک سری امتیاز به ما میدن و دوست داریم این امتیاز جوری باشه که برای کلاس ورودی ما ماکسیموم بشه. و اومدیم گفتیم که حالا از اونجایی که این W ها یعنی هر سطر داره در x ها ضرب میشه و مثل یه حالت تمپلیت مچینگی داره، اومدیم W ها رو ویژوال کردیم و دیدیم که با ما مثلا برای کار یا ماشین خب برای یه W شکل یک ماشین رو به خود دارند و مثلا برای اسب به همین شکل و حالا ما بقیه کلاس ها، و گفتیم که یه حالت تمپلیت مچینگی اتفاق میفته. با ما مثال اگر ما بخوایم این ماشین ها رو دسته‌بندی کنیم، در از تمپلیت مچینگ بین این تصاویر و تصویر ویژوال شده از وزنها رو میبایستی تمپلیت مچینگ انجام بدیم. خب حالا ببینیم به چه شکل شد. ما در C410 10 تا کلاس داشتیم. حالا اومدیم اینجا برای 3 تا تصویرش با برنامه‌ریزی که انجام داده با یه WI خاص اومده امتیاز تصویر گربه رو به دست آورده، برابر با 2.9 شده، برای ماشین در حدود 6 و 4 و برای این قورباغه در حدود -4 شده و برای بقیه کلاس ها هم خوب در اینجا مشخص هست. خب ما دوست داریم که کلاسی رو که به طبقه بند میدیم، یعنی اگر من کلاس گربه رو دارم به طبقه بند میدم، دوست دارم امتیازی رو که به گربه میده بیشترین امتیاز باشه که میبینه اینجا این اتفاق نیفتاده و این در حقیقت ما رو راضی نمیکنه. ولی خب در زمانی که ما ورودی ماشین رو دادیم امتیازی رو که گرفته 6 و 4 که از ما بقیه امتیازها خب بالاتر است، اینجا ما راضی شدیم به این امتیاز و خب برای ما وضعیت خوبی است. ولی برای کلاس گربه و قورباغه این اتفاق نیفتاده. حالا ما میخوایم چه کاری رو انجام بدیم؟ ما میایم یک تابعی رو تعریف میکنیم تحت عنوان لاس فانکشن و هدف این تعریف از این تابع این هست که ما بیایم مقدار نارضایتی خودمون رو از امتیازی که به داده ترین داده شده از طریق طبقه بند
مشخص کنیم، یعنی میزان نارضایتی خودمون رو از طریق لاس فانکشن بیان کنیم. خب به هر حال ما دوست داریم خیلی ناراضی نباشیم، یعنی بیایم لاس فانکشن ما همش کم باشه، خطای ما کم باشه. بنابراین نیاز داریم که یک تابع رو کمینه کنیم یا مینیمایز کنیم و با مسئله اپتیمایزیشن روبرو میشیم. خب حالا برای سادگی کار 3 تا کلاس از سیفار در نظر گرفته شده و گفته شده حالا این 3 تا کلاس به عنوان ورودی هستن و حالا قصد داریم گام هایی رو بریم جلو و توابع لاسی رو تعریف کنیم و در نهایت به W هایی که برای ما بهتر هستن دست پیدا کنیم. ببینین اینجا ما 3 تا کلاس رو در نظر گرفتیم برای سادگی کار و این اعلامو میکنیم که ما یه سری تصویر ورودی داریم. خب اینا تحت عنوان XI هستن. خب XI همون وکتور ستونی هست که پیکسل های تصویر ورودی رو نشون میده و YI لیبل یا برچسب هست که ما برای مشخص میکنیم برای تصویر ورودی. اما لاس فانکشن چجوری تعریف میشه؟ لاس فانکشن جمع لاس هایی هست تک تک به اصطلاح لاس های تک تک داده های ترین هست. یعنی اگر من دارم اینجا 3 تا تصویر به طبقه بندم اعمال میکنم، در هر مرحله یه لاس فانکشنی به دست میارم. خب حالا این لاس فانکشن ما تابعی است از fxi و w y i. خب xi که پیکسل ها هستن، y i هم برچسب مورد نظر ما هست و w هم که ما باید تنظیم کنیم تا این لاسه هی بیاد پایینتر و n تعداد نمونه های ما در داده ترین هست که حالا به طبقه بند ما میدیم. خب اولین لاس فانکشنی که تعریف میشه لاس فانکشن SVM لاس هست. ببینید در SVM لاس اتفاقی که افتاده چی هست؟ لاس ما به این شکل تعریف شده. ببینیم این SYI S که حالا مخفف هم اسکور یا امتیاز هست برابر با fxi w گرفته شده و حالا لاس فانکشن SVM سعی داره کجا رو بهینه در نظر میگیره، کجا خطا رو صفر در نظر میگیره، در جاهایی که امتیاز کلاس ورودی یعنی SYI بزرگتر باشه از SJ به اضافه 1. خب این مثال میزنیم ببینیم چجوری. یعنی ببینید مثلا اگر من دارم ورودی من این خودرو هست، در اینجا SYI من 4.9، اگر کلاس من گربه هست SYI من 3.2 یا اگه قورباغه هست منفی 3.1 هست. خب SJ چی هست؟ ببینید J با YI مخالفه. یعنی اگر من ورودی رو خودرو دادم، خب SYI من 4.9، SJI من یا 1.3 یه بار چی 2 میشه. اینجا چی؟ SYI در کلاس قورباغه منفی 3.1، SJ 2.5 و 2.2 هست. به هر حال داره میگه آقا من دوست دارم امتیاز کلاس ورودی یعنی به عنوان مثال برای خودرو که 4.9 از این 2 تا کلاس یه واحد بیشتر باشه و این یه واحد یه مارجینه، یعنی یه مارجین گذاشته که حالا برای مقایسه. خب میریم جلو، حالا با مثالهای بیشتری مطرح میکنه این موضوع رو و یه مقدار شفافتر میشه با مثالهای عددی. خب اینو تحت عنوان هینج لاس مطرح میکنه، یعنی همین تابع لاس فانکشن رو به هینج لاس هم معروف است با توجه به این شکلی که داره. حالا هینج لاس معروف هست مثل هینج به معنی لولا. خب حالا ببینیم چه اتفاق افتاده. محور ایکس ما همون SYI هست. خب داره میگه آقا اگر SYI از SJ به اضافه 1 بیشتر بود خب صفر بشه. در غیر این صورت خب برابر میشه با SJ من SYI به اضافه 1. حالا اینجوری هم ما میتونیم اینو تعریف کنیم به صورت ماکس صفر. حالا اون عبارتی که نوشته شده این هم یک نوع دیگه از تعریفش هسته. خب اینجا باید دقت کنیم ببینید لاس فانکشن ما میتونیم مینیماکسش رو پیدا کنیم. ببینید مینیممش صفره و ماکسیمم مقداری که میتونه بگیره خب به هر حال بی‌نهایت هست از با توجه به این تابع هینج لاس. خب میریم به سراغ یه سری مثال. شما در نظر بگیرید که من تصویر ورودی گربه رو دادیم به کلاسیفایر و کلاسیفایر یه امتیازایی رو به ما داده.
یه دبلیوی وزنایی رو ما به صورت رندوم دادیم به کلاسیفایر خطی و یه اسکورها رو گرفتیم، یه امتیازها رو گرفتیم از کلاس گربه وقتی گربه رو به عنوان ورودی دادیم. ببینید الان اتفاقی که افتاده، لاس فانکشن SVM دوست داره این 3 و 2 که به دست اومده خیلی باید بیشتر از اینا می بوده. چقدر یه واحد؟ مثلا اگر اینجا 5 و 1 برای اینکه راضیش کنه دوست داره این مثلا 6 و 2 باشه. هرچند 3 و 2 هم منفی 1 و 7 خب به هر حال بیشتر هست، ولی ما یه لاسی در 5 و 1 با 3 و 2 داریم. خب میخوایم اینو محاسبه کنیم. بنابراین میگه آقا SJ من الان 5 و 1 5 و 1 منهای SY ما که که خب برابر 3 و 2 هست، 3 و 2 به اضافه 1 و برای قورباغه منفی 1 و 7 از 3 و 2 1 کم کرده و ماکسیموم اینا رو حساب کرده. ماکس 0 و 2 و 9 شده 2 و 9 0 و منفی 3 و 9 0 و در نهایت لاسی رو که از این مرحله به دست آورده 2 و 9 هست. قاعدتا ما توقع داریم برای این کلاس کار اتفاقی که میفته این باشه که لاس ما 0 بشه. چرا؟ چون SY ما که 4 و 9 هست از دوتا کلاس دیگه بیشتر از یک واحد هم حتی بزرگتر هست. بنابراین ما توقع داریم در اینجا لاس ما 0 بشه و در اینجا باز دوباره ما باید یه لاسی داشته باشیم. چرا؟ چون کلاس ورودی ما که قورباغه بوده امتیاز منفی 3 و 1 گرفته که از هر دوتا کلاس پایین تر است. خب میریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. دقیقاً این اتفاق برای کلاس کار میفته. خب اینا رو جایگزین میکنه. SY 4 و 9 و یک مرتبه به جای SJ 1 و 3 و یه بار 2 میذاره و این محاسبات انجام میده و به لاس 0 میرسه. خب برای کلاس بعدی هم خب SY قاعدتا منفی 3 و 1 و SJ یه مرتبه 2 و 2 و یه بار منفی 3 و 1 رو در این فرمول قرار میدیم و لاسی که به دست میاد برابر با 12 و 9 خواهد بود و در نهایت لاس کلی ما از جمع این لاس ها تقسیم بر تعداد تصاویر ورودی هست. خب ما 3 تا ورودی به کلاسیفایر دادیم، خب قاعدتا باید اینو تقسیم بر 3 کنیم این لاس رو و در نهایت لاس کلی ما برابر با 5 و 27 صدم خواهد شد. خب حالا اینجا یه سری سوال ها مطرح میشه که اگر ما بیایم به عنوان مثال در اینجا ما یک مقدار اسکور این کاره رو جابجا کنیم، مثلا بگیم 5، آیا لاس ما تغییر میکنه؟ ببینیم با توجه به اون مارجینی که اینجا قرار داره که 1، اگه من بیام این 4 و 9 رو یه مقدار جابجا کنم هیچ لاس توی این مرحله هیچ تغییری نخواهد کرد و این نکته رو شما باید در نظر داشته باشید که اگه یه مقدار اندک تغییر کنه به هر حال در این وضعیت ما لاسمون تغییری نخواهد کرد و این راضی میشه که به هر حال کلاس ورودی ما اگر بیشتر از کلاس های دیگه باشه به اندازه یک واحد این دیگه راضی شده. به هر حال این تابع لاس که به هر حال یه چیز به نظر ایدئالی نمیاد که حالا در ادامه در بحث سافت مکس این SPM لاس با سافت مکس مقایسه میشه و ما واضح تر این موضوع رو درک خواهیم کرد. خب ببینید حالا میگه مینوماکسش چیه؟ این مینوماکس رو من در چند لحظه قبل وقتی که هینج لاس رو میگفتم خب توضیح دادم. خب مینیمم لاس قاعدتا 0 و ماکسیمومش به هر حال با توجه به هینج لاس برابر با بی‌نهایت خواهد بود. اما سوال اینجاست که اگر که W ما خیلی کوچیک باشه اسکورها 0 میشن دیگه. یعنی ببین SJ با SY خیلی نزدیک به 0، بنابراین کم کردن این دوتا از هم برابر 0 میشه، بنابراین میشه ماکس 0 و 1 و ما چند تا ماکس 0 و 1 به هر حال باید حساب کنیم. مثلا وقتی کلاس گربه رو داریم خب قاعدتا 2 تا، برای اینجا چند تا 2 تا، برای اینجا چی 2 تا و میشه 3 تا 2 تقسیم بر 3 و قاعدتا حاصل این میشه 2 که این 2 رو میتونیم تحت عنوان تعداد کلاس ها منهای 1 در نظر بگیریم. یعنی زمانی که W ما خیلی کوچیک بشه لاس ما میشه تعداد کلاس ها منهای 1. خب اینو ما میتونیم به عنوان یک دیباگ، یک روش دیباگ در نظر بگیریم. یعنی اگر من بیام یک رندوم به W سری مقدار بدم و لاسی رو به دست بیارم که برابر باشه تعداد کلاس ها منهای 1، خب این میشه به عنوان یک روش دیباگینگ ازش استفاده کرد در کد هامون. حالا سوال اینه که
اگر ما در این فرمول j مساوی با j رو هم در نظر بگیریم چه اتفاقی میفته. خب قاعدتا اگه j مساوی با j در نظر بگیرین، یعنی شما اگر اینجا به جای j y j رو هم قرار بدیم، به عنوان مثال الان برای گربه من خب مقدار 2 رو که داریم، حالا قاعدتا 3 و 2 رو باید بذاریم منهای 3 و 2 به اضافه 1 کنیم، پس این میشه ماکس 1. پس یه ماکس 1 که مساوی با 1 برای این کلاس اضافه میشه، برای این کلاس دوم و کلاس سوم، و قاعدتا 3 تا 3 تقسیم بر 3 مقدار این لاس فانکشن رو به اندازه 1 واحد تغییر خواهد داد. اما در خصوص این که حالا اگر ما بیایم این ماکس رو به مین تبدیل کنیم چه اتفاقی میفته؟ خب ببینیم میانگین باعث میشه که یک ضریب ثابت در این محاسبات ما دخیل بشه و یه اسکیلینگ در از بین برای لاس به وجود بیاد که حالا خیلی تغییری، یعنی خیلی برای ما تفاوتی نخواهد داشت. اما اینجا اگر ما بیایم از توان 2 استفاده کنیم چه اتفاقی میفته؟ من یه مثال برای شما میزنم. اگر که شما در نظر بگیریم ما لاس رو مثلا به دست بیاریم 2 برای یه وضعیت مثلا 4، خب وقتی که من این توان 2 رو ندارم برای یه وضعیت مثلا 10، خب این گپ 2 و 10 8 تایه، ولی وقتی حالا به توان 2 میرسه 4 در مقابل 100 میشه. یعنی یه مقداری وقتی ما میایم از توان 2 استفاده میکنیم، بازه تغییرات کوچیک رو تو لاس خیلی حساس تر میکنیم، یه مقداری به این بازه حساس میشه، یعنی تغییرات کوچیک رو یه مقدار با بزرگنمایی بیشتری به ما نشون میده. خب اینجا هم حالا یک کد نمونه از SVM لاس رو که در پایتون نوشته شده رو اینجا داره نمایش میده. خب حال شما در نظر بگیرین وضعیتی رو که ما اومدیم و داده ما لاس ما 0 شده و fx w ما wx. آیا این تنها wی هست که به ما پاسخ لاس 0 رو میده؟ قاعدتا جواب ما خیر هست. چرا؟ چون به هر حال لاس 2w هم برای ما لاس 0 رو خواهد داد. و اینجا حالا یه مثال زده. خب ما اینجا به هر حال لاس ما 0 هست، خب حسابش رو کردیم که در اسلاید قبل، و قاعدتا اگر که w ما 2 برابر بشه این اسکورا 2 برابر میشن، یعنی 1 و 3 میشه 2 و 6، 4 و 9 میشه 9 و 8، 2 میشه 4. دوباره ما لاس رو بیایم حساب کنیم میشه 0. خب حالا این چه اتفاقی افتاد؟ ما اومدیم در اصل یک لاس فانکشنی رو تعریف کردیم که به داده‌های دیتاهای ورودی داره مچ میشه، به داده‌های ترین داره مچ میشه، و یه اتفاقی که میفته ما هیچ کانسترینی روی W ها نداریم. یعنی W خب که با این مثال قبل هم خوب اینو دیدیم، یعنی اگه لاس 0 بشه ما W یونیک نخواهد بود و W مختلفی رو داریم. و اتفاقی که اینجا میفته اینه که ببینیم ما اگه داده هامون رو بیایم رو ترین فیکس کنیم برای ما خوب نخواهد بود. ببینید الان اینجا در نظر بگیرید یک سری داده ترین داریم. خب این داده های ترین خیلی خوب کلاسیفایر اومده روی اینا فیکس شده، و حالا ما یه سری داده‌ای که اصلا کلاسیفایر ندیده این مربع ها رو میایم به کلاسیفایر میدیم، میبینیم که خب خطای زیادی داره و این خط سبز رنگی در صورتی میتونسته به اصطلاح تخمین بهتری برای ما باشه، به جای اینکه ما بیایم یک شکل پیچیده ای رو در نظر بگیریم و به اصطلاح فیت کنیم کلن کلاسیفایرمون رو داده های ترین. بنابراین ما به هر حال دوست داریم که کلاسیفایرمون بر روی داده‌ای که اصلا دیده نشده خوب عمل کنه. داده‌های ترین که خب به هر حال در اختیارش بودن و داده‌های نیو و جدیدی که دیده نشده باید بتونه اونها رو تشخیص بده و یه حالت جنرالیزیشنی براش وجود داشته باشه. خب بنابراین ما یک ترمی رو اینجا اضافه می‌کنیم که بهش میگن رگولاریزیشن و یک ضریبی رو تعریف می‌کنیم تحت عنوان ضریب رگولاریزیشن. در اوکامز ریزرز به هر حال در اینجا هم خب حالا ذکر میشه که حالا اگه شما یه فرضیه‌ای دارین که داره مشاهده رو به هر حال بیان میکنه، خیلی پیچیده کردن حالا این فرضیه‌ها و اینا به نتیجه خیلی خوبی ممکنه نرسه و حالا شاید سادگی
ریزالت بهتری رو بگیره که همچنین اینجا هم شما میبینید که حالا با یک خط خیلی ما ریزالت بهتری رو گرفتیم. این نکته دیگه که حالا در بحث ریگولیشن باید در نظر بگیریم چی هست؟ ببینید شما هر آنچه ما W هامون مقادیر بیشتری داشته باشن باعث اوورفیتینگ میشه. شما الان میبینید که اینجا داده یعنی خط آبی رنگ خیلی خوب رو داده های ما فیت شده و این یه حالت اوورفیتینگی رو دیتا به وجود اومده و ما اصلا اینو دوست نداریم. یعنی W ما زیاد بشه ما با دوچار اوورفیتینگ میشیم. این کلمه‌ای که میگیم W زیاد بشه چرا دوچار اوورفیتینگ میشیم بر این اساس میگیم. ببینید شما الان در نظر بگیرید اینجا یه سری تغییرات ما شدیدی داریم. ممکنه ما این تغییرات خیلی کوچیکی اینجا داشته باشیم ولی برای اینکه دیتا فیت بشه برای کلاسیفایر فیت بشه رو داده‌های ترین خب باید تغییرات شدید باشه. این تغییرات شدید در چه صورت امکان پذیره؟ وقتی شما W ریز داریم ورودی ریز داریم در صورتی که W های ما بزرگ باشه. بنابراین ما میایم یه کانسترین رو W میذاریم و میگیم آقا W ما رو میذاریم در داخل این لاس فانکشن و این کانسترینر هم دوست داریم مینیمم بشه، یعنی W های کوچیکتر برای ما بهتر خواهند بود. خب بر این اساس خب که میتونیم حالا این RW رو چی تعریف کنیم؟ رگولاریزیشن های مختلف L2 L1 و حالا ما بقیه اونایی که اینجا میبینید تعریف میشه. خب L2 L1 تو بحث دیپ لرنینگ بسیار مورد استفاده قرار میگیره. دراپ آوت، بچ نورمالیزیشن و استوکاستیک دپس اینها هم بررسی میشه که در فصل‌های بعدی. اما L1 و L2 که حالا در همین لکچر مورد بررسی قرار میگیره ما اینجا قصد داریم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. ببینید الان در L2 توان 2 W با هم جمع شده و در L1 قد مطلق W رو با هم جمع کرده. میخوایم حالا ببینیم چه ویژگی های حالا این L1 یا L2 دارن که البته از این یه نکته اینجا بگیم که این ضریب تاثیر RW توی لاس فانکشن هم با این یه پارامتر به اسم لاندا یا قدرت رگولاریزیشن بیان میکنن که این یه هایپر پارامتری که حالا با تکنیکایی که باید هایپر پارامتر تنظیم بشه این لاندای تنظیم خواهد شد. خب ببینین رو بحث L2 رگولاریزیشن همونجوری که میدونین شما ما در بحث لینیر کلاسیفایر ها ما W رو در X ضرب میکنیم. L2 اومدیم اینجا یه مثال زدیم میگیم آقا اگه X ما 1 باشه حالا چه فرقی بین W1 و L2 میذاره؟ L2 در اینجا میاد و W2 رو انتخاب میکنه، W1 رو انتخاب نمیکنه با توجه به تعریفی که ما اینجا ارائه دادیم، یعنی توان 2 W ها. خب به هر حال توان 2 4 تا 25 صدم خیلی کمتر از توان 2 یه دونه 1 میشه. خب اینجا متوجه میشیم که ببینیم با توجه که W داره در X ضرب میشه، یعنی اگه X رو بخوایم پیکسل ها در نظر بگیریم هر ماتریس W داره میزان تاثیر هر کدوم از این X ها رو در خروجی میذاره و L2 دوست داره که تک تک پیکسل های ورودی مشارکتی در خروجی داشته باشن و تأثیری رو در خروجی داشته باشن. بنابراین وقتی شما L2 رگولاریزیشن استفاده میکنین W های شما کوچیک میشه و در ضمن پخش میشه، یعنی اسپرد میشه در طول X و سعی میکنه به حالا هر کدوم از X های ورودی یه ضریب کوچیکی داده بشه. اما در L1 یه اتفاق نمیفته. L1 خیلی دوست داره به سمت اسپارسیتی بره، یعنی دوست داره مثلا این W1 رو انتخاب کنه. من یه سرچی زدم حالا روی این موضوع که حالا تو سایت، یعنی من اگر شما این کلمه رو سرچ بزنین تو وارد دیتا ساینس یه فایلی براتون میاد که حالا این فایل رو من به صورت PDF در آوردم. ببینین به چه دلیل حالا قصد داره میخوایم الان اینو بررسی کنیم که چرا L1 باعث میشه که ماتریس W مون یه مقدار اسپارس بشه و این اسپارسیتی جزء به هر حال چیزای خیلی خوب است که حالا در ادامه تو انکودرها اینا کامل بررسی میشه. ببینید بحث L1 خب به هر حال قرماتق W ها بود و W2 خب به هر حال به توان 2 اینا
بود که اینجا حالا البته نرم 2 رو داره بررسی میکنه. ببینین ما لاس فانکشنی رو که تعریف میکنیم بر اساس W خب به این شکل هست. خب در اینجا خب من میخوام از این البته فکر میکنم چون ما گرادیان دیسنت رو نگفتیم خیلی وارد جزئیات این قسمت نشیم بهتر هست. منتها خیلی جزئی من به شما میگم که حالا در ادامه راجع به جی دی یا گرادیان دیسنت باید صحبت کنیم، بعد بیایم سراغ این. فکرم میکنم الان این کار انجام بدیم بهتر، بعد من به سراغ این تحلیل این فایل میام. بنابراین بحث L1 رو میذاریم برای بعد اینکه من جی دی رو بررسی کردیم و اون رو بررسیش میکنیم. خب به هر حال اینجا بحث L2 اینه که L2 دوست داره برای وزنها رو پخش کنه، یعنی هر کدوم از این ایکس‌ها یه وزنی داشته باشن تا اینکه حالا حالت اسپارسیتی باشه و خیلی هم حالا دوست داره اینا کوچیک‌تر باشن مقدار W. اما خب ما از این SVM لاس در دیپ لرنینگ اصلا استفاده نمیشه و به سراغ تابع سافت مکس میرن و این سافت مکس مورد استفاده قرار میگیره. ببینید شما در اینجا یه سری اسکور داریم، ما هیچ تفسیری از این اسکورها نداریم که این شبکه میده، شبکه عصبی داره به ما میده، شبکه لینیر کلاسیفایر به ما میده. بنابراین ما اینجا قصد داریم بیایم خروجی رو به صورت احتمال در نظر بگیریم. یعنی اگر که من کلاس گربه رو میدم خب قاعدتا احتمال بین 0 و 1 هست. مثلا دوست دارم که احتمال این گربه برابر مثلا خیلی نزدیک به 1 بشه و نسبت به بقیه بالاتر باشه. بنابراین الان هدف این است که بیایم این اسکورها رو به صورت احتمال در بیاریم. خب تابعی که معرفی میشه این تابعه هست. حالا میگیم که اینجا اینا چجوری حساب میشه. ببینید الان SK اسکور ورودی ما هست، یعنی در اینجا همین 3 و 2 و SJ ما که حالا با یه سامیشنی هست، یه مرتبه 3 و 2 یه مرتبه 5 و 1 و یک مرتبه منفی 1 و 7. خب حالا میذاریم اینجا به جای SJ و به هر حال مقدار پروبابیلیتی اینا رو حساب میکنیم که حالا در ادامه با یه سری عدد مشخص میشه. این تابع که اینجا آوردیم تحت عنوان سافت مکس فانکشن معروف هسته و حالا ما دوست داریم راجع به یه لاسی رو بر اساس این سافت مکس فانکشنه بیاییم تعریف کنیم. ببینید من دوست دارم که کلاس ورودیم داره احتمال 1 بشه. خب یعنی چی؟ یعنی این پی من هی بزرگ بشه. میام یه لگاریتم از این میگیریم. خب چون لگاریتم تابع سودی هیچ مشکلی نداره، یعنی من اگه بخوام پی رو ماکس کنم میتونم لوگ پی رم برای ماکسیمم کنم، هیچ مشکلی به وجود نخواهد اومد. اما ببینید من میخوام اینو در لاس فانکشن بزنم. لاس فانکشن دوست داریم مینیمم باشه، یعنی هرچی کمتر باشه برای ما بهتره. بنابراین ما اگر بخوایم ماکس کنیم یه تابع رو، این معادله با این ما بیایم مین کنیم منفی اون تابع رو که الان اینجا لاس فانکشن با برابر شده منفی لوگ پی و به این شکل تعریف شده. حالا ببینید یه مثال عددی زده شده اینجا که حالا اینجا ورودی ما اسکورش مشخصه، ای به توان ای اسکوره رو اینجا مشخص کردیم، یعنی اینجا 24.5 ای به توان 3 و 2 شده 24.5 و ای به توان 51 شده 164، ای به توان منفی 1 و 7 شده 3.18. بعد اومده پی های اینا رو حساب کرده. خب وقتی پی رو حساب کرده لاس ورودی وقتی ورودی گربه است خب میشه ای به توان اس ایگریگ آی. خب ای به توان اس ایگریگ آی 0.13 یعنی من باید اینجا 0.13 رو قرار بدم. خب این 0.13 اگه قرار بده خب لاس این مرحله به دست خواهد اومد. پس لاس این مرحله رو به دست آورده، عذرخواهی میکنم، این به توان اس وای تقسیم بر جمعشون شده 0.13 که اینجا خوب گذاشته و لاس رو به دست آورده. خب این میشه یکی از به هر حال لاس فانکشن سافت مکس که حالا با یه مثال عددی مشخص شد.
خب حالا مینوماکس این چند هست؟ خب ببینید قاعدتا ببینید ما دوست داریم که این اسکور مربوط به این کلاس ورودی زیاد بشه، برای اینکه یا احتمال اون زیادتر بشه. خب احتمال ماکسیموم احتمال 1 هست، خب قاعدتا لاگ 1 میشه چند؟ 0. خب یعنی مین اون برابر 0 خواهد بود. و حالا در صورتی که احتمال اصلا خیلی پایین باشه، خب قاعدتا مقدار لاس خب خیلی زیاد خواهد بود با توجه به اینکه خب این داخل این لاگ خب به سمت 0 اگر بره. خب حالا اگر که ما بیایم و به اصطلاح W همون رو خیلی کوچیک کنیم، قاعدتا چه اتفاقی میفته وقتی W کوچیک بشه؟ اس ما 0 میشه و ما لاس ما میشه منفی لوگ 1 تقسیم بر جمع ای به توان اس جی ها، یعنی 1 تقسیم بر تعداد کلاس ها. تعداد کلاس ها چند تا میشه؟ اینجا مثلا 3 تا هست، میشه منفی لاگ 1 تقسیم بر سی، که حالا این میتونه به عنوان یه روش دیباگینگ هم مثلا ما بفهمیم که آره بله اسکورا 0، دبلیو خیلی کوچیک شدن و حالا اسکورا 0 شدن، چون ما در مرحله اول وقتی میگیم دبلیو رو صورت رندوم میدیم احتمال داره این اتفاق بیفته. خب حالا اینجا یه مثال عددی زده روی هینج لاس و سافت مکس که حالا به هر حال ماتریس W رو در X ضرب کرده، با باعث جمع کرده، سری اسکور به دست آورده، اینا رو EXP شون رو گرفته، بعد نورمالایز کرده، یعنی E به توان S Y I تقسیم جمع E به توان Y I ها، و حالا به این اعداد رسیده. و لاس چون با توجه به اینکه کلاس ورودی اون این کلاس دو Y I ما 2 بوده، یعنی اولی 0 1 و بعدی 2، لاس رو بر اساس عدد 3353 به دست آورده. حتی توضیح هم من میتونم اینجا بدم. ببینید مثلا اگه وقتی من میخوام 0.87 حساب کنم، باید 164 رو تقسیم کنم بر جمع اینا، و وقتی میخوام خب این 0 رو به دست بیارم 0.18 رو بر جمع اینا تقسیم کنم، و وقتی میخوایم 0.13 به دست بیاریم 24.5 رو تقسیم بر جمع این اعداد 24.5 16.4 و 18 میکنیم. خب اما در خصوص اینکه حالا سافت مکس و SVM لاس چه اصطلاح تفاوتایی با هم دارن میخوایم صحبت بکنیم. ببینید شما وضعیتی رو در نظر بگیرید که اسکورهای ورودی ما خب مثلا S Y I ما خیلی بیشتر از S J هست. خب قاعدتا لاس در SVM لاس برابر 0 میشه. آیا در سافت مکس خب این ریلکس میشه، یعنی دیگه لاس فانکشن 0 شده و براش یه وضعیت ایدئالی هست. اما در سافت مکس چه اتفاق میفته؟ ببینید سافت مکس دوست داره که اسکور ورودی میخواد که احتمال رخ داد احتمال اون به سمت 1 بره. برای اینکه این به سمت 1 بره، قاعدتا این کسره برای به سمت 1 بخواد بره، باید خب S Y I به سمت بی‌نهایت بره و S J های دیگه به سمت منفی بی‌نهایت برن، که حالا حاصل این محاسبات داخل لاگ به سمت 1 بره و لاس به سمت 0 بره. بنابراین سافت مکس همش ترای میکنه، کوشش میکنه که بیاد و اسکورها رو بزرگتر کنه، ولی در SVM لاس این اتفاق نمیفته. خیلی زود راضی میشه و میگه که آقا اگر مثلا شما یه واحد حالا بیشتر بود لاس 0 میشه، ما اینجا راضی میشیم که دیگه میتونید دیگه تلاش نکنی. ولی سافت مکس فرق میکنه و دوست داره که حالا هرچه تلاش میکنه که یعنی احتمال کلاس ورودی رو به سمت 1 ببره، و برای اینکه احتمال به سمت 1 بره باید بیاد اسکور اون رو زیاد کنه، امتیاز اون رو زیاد کنه و امتیاز بقیه کلاس ها رو کم کنه که یک وضعیت ایدئال و بهتری به نظر میرسه. و بنابراین از این سافت مکس لاس خب به هر حال بهتر است که استفاده بشه. اما اینجا ببینید چه اتفاق افتاده. ما یه تابع لاسی تعریف کردیم. خب این لاس فانکشنه یه تابع از W هست و حالا میخوایم این رو مینیمم کنیم. هرچی لاس ما مینیمم بشه برای ما بهتر است. بنابراین با این مسئله بهینه سازی اینجا روبرو هستیم. حالا مسائل بهینه سازی رو ما به چه شکل در نظر میگیریم؟
ببینیم مسائل بینه‌سازی رو شما در نظر بگیرید یه فضای سه‌بعدی رو، یعنی x و y و z رو، که حالا x و y ما دو تا w هن، یعنی w1 و w2 و z ما مقدار لاس فانکشن هست. ما هدفمون این هست. حالا شما حساب کنید یه تابعی که حالا مثل اینجا در نظر بگیرید، این سطح حالت شناوری داره، من میخوام برم به سمت پایین این دره و این پایین اون دره میزان یعنی مقدار لاس فانکشن من قاعدتا مینیمم خواهد بود نسبت به قله این به اصطلاح دره. حالا ما میخوایم ببینیم چجوری حرکت کنیم که بریم به اون دره برسیم و اینو میخوایم بررسی کنیم. یکی از استراتژی اینه که ما بیایم به صورت رندوم حرکت کنیم. یعنی چی؟ یعنی خب یه بار حرکت کنیم راست، یه بار چپ، یه بار بالا، یه بار پایین و خب این یک ایده خیلی منطقی به نظر نمیاد که ما قرار باشه مثلا از یه دره بریم پایین و حالا این دره رو به صورت تصادفی هر جوری دوست داشتیم بریم و ادعا کنیم که ما در نهایت به پایین این دره خواهیم رسید. اگر این کار انجام بدم، خب حالا اینجا یک کدش هم نوشته شده در پایتون، به یه دقت در 15.5% خواهند رسید که اصلا یه دقت حساب نمیشه و خیلی بد هست. حالا شما در نظر بگیرید که خب این یه امتیاز بسیار بسیار خیلی بد است. حتی اگه شما به صورت شانسی هم تو 10 تا کلاس که حالا این رو سیفار 10 اجرا شده، اگه رو 10 تا کلاس بخواید به صورت رندوم و شانسی انتخاب کنید، خب 10% شما میتونید به دقت 10% برسین که حالا اینجا به 15.5% رسیده و این دقت اصلا قابل قبول نخواهد بود. اما استراتژی دوم چیه؟ میگه که آقا شما در راستای شیب حرکت کنید. یعنی خب قاعدتا شما اگر مسیر هم ندونید فقط به سمت پایین برید و هر حال به سمت پایین دره خواهید رسید، هرچند که مسیر رو بلد نباشید. فقط لازمه شیب رو در راستای شیب حرکت کنید و حالا برای اینکه فالو کنید به اصطلاح شیب رو، خب شیب در ریاضی برای حالت یک بعدی مثل مشتق میمونه. خب مشتق هم قاعدتا از این فرمول به دست میاد ولی وقتی که حالا ما در چند بعد روبرو هستیم، این تحت عنوان گرادیان خواهد بود و گرادیان مثلا اگه من x من 4 یک وکتور 4×1 باشه، گرادیان اون هم یه وکتور 4×1 خواهد بود و به صورت به اصطلاح مشتق‌های جزئی خب به هر حال محاسبه میشه که حالا دوستانی پردازش تصویر داشتن با اینا به طور کامل آشنایی دارند. خب حالا ما باید چجوری حرکت کنیم؟ ببینید ما قاعدتا شیب در خلاف جهت شیب حرکت کنیم، ما به نقطه به اصطلاح اون مینیمم خواهیم رسید و اینو تحت عنوان با یه منفی به اصطلاح در خلاف جهت گرادیان حرکت کردن رو بیان میشه. خب حالا ما دوست داریم بیایم و گرادیان رو حساب کنیم. یکی از روش‌هایی که وجود داره روش عددی هست. یعنی شما در نظر بگیرید من این W رو دارم، حالا گرادیان W رو ما میخوایم حساب کنیم. ببینید خب من این W رو دادم به تابع F و یه لاسی به دست اومده. در مرحله بعد W مقدار تغییر میکنه، یه لاسی به دست میاریم. چرا؟ چون در اینجا ما میگیم که F ما میشه fx به اضافه h منهای fx تقسیم بر h. حالا میخوایم همین fx به اضافه h و fx رو به دست بیاریم و تقسیم بر h کنیم. خب h ما اینجا در خب این عدد خواهد بود و اینجا قاعدتا 1/25,322 fx به اضافه h ما و این عدد قبلی fx ما هست. خب حالا اگه ما در فرمول قرار بدیم برای منفی 2.5 خواهد رسید. این به ما چی میگه؟ میگه آقا اگر شما بیایید در راستای W1، یعنی اگه من 0.34 شدم و خب بعد اول در نظر بگیرم، میگیم اگه یه مقدار جزئی در اون راستا حرکت کنی، لاس فانکشن من به اندازه 2.5 تا تغییر خواهد کرد و به همین ترتیب ما میایم GD رو، گرادیان رو برای مابقی اینا حساب میکنیم. حالا شما ببینید این یک روش خب زمان بر هست. حالا در جایی که مثل دیپ لرنینگ که حالا ما با ساختار خیلی پیچیده‌ای روبرو هستیم، محاسبه این یک کار خیلی عددی، خیلی کار زمان بر و
درستی به نظر نمیرسه. بنابراین به سمت روش‌های تحلیلی میرن. خب میایم از همین لاسی که ما داریم گرادیان میگیریم و خب این گرادیان رو محاسبه میکنیم و روش سریعتری خواهد بود. آنچه که اینجا هست اینه که حالا این روش‌های عددی و روش‌های تحلیلی با هم مقایسه شدن و خب این روش‌های عددی هم میتونن مورد استفاده قرار بگیرن در جایی که ما می‌خوایم گرادیان رو چک کنیم. یعنی ما به روش تحلیلی گرادیان رو به دست آوردیم، میتونیم با روش‌های عددی اینها رو بررسی و تست کنیم. اما در خصوص گرادیان دیسنت ببینین ما برای اینکه بیایم لاس رو مینیمم کنیم با یک روشی تحت عنوان گرادیان دیسنت یا گرادیان کاهشی این کار رو انجام میدیم. یعنی ما در خلاف جهت گرادیان حرکت میکنیم تا به سمت دره برسیم. در ابتدا ما یه وزن رندوم رو انتخاب میکنیم و لاس فانکشن رو حساب میکنیم. در مرحله بعد ویت های ما آپدیت میشن. بر چه اساس؟ بر اساس گرادیان و یه استپ سایز که این استپ سایزه و این منفی خود خلاف جهت گرادیان رو داره نشون میده. استپ سایز یا همون لرنینگ ریت ما هست که حالا به اصطلاح حالا میتونه تحت عنوان یه هایپر پارامتر باشه و اون پارامتر رو ما تنظیم کنیم که حالا بهترین جواب رو داشته باشیم. و برای در مرحله بعد گرادیان وزن‌ها در این لرنینگ ریت جمع میشه با وزن‌های قبلی جمع میشه و یه سری وزن جدید رو ما به لاس فانکشن میدیم و این روند همینجور ادامه پیدا میکنه تا لاس ما کاهش پیدا کنه. حالا اینجا توی فایل ویدیو اصلی به اصطلاح یک ویدیویی رو پلی میکنه که در اینجا حالا من چون این فایل پی دی اف هست خب این قاعدتا نشون داده نمیشه. ببینید اینجا هدف این است که گرادیان دیسنت به سمت این مرکز حرکت کنه و با توجه به اینکه در دو بعد W1 و W2 قرار دارن و لاس فانکشن حالا شما در این فضای سه بعدی در نظر بگیرید که حالا ما قصد داریم به سمت این مرکز قرمز رنگ حرکت کنیم. خب گرادیان دیسنت کاری که میکنه این است که W ها در راستای خلاف جهت گرادیان حرکت میکنه تا به اون نقطه مینیمم که ما مد نظرمون هست برسه. خب اما ببینین در بحث دیپ لرنینگ بهتر است که از SGD استفاده بشه. به چه دلیل؟ ببینین شما زمانی که میخواین از لاس فانکشن گرادیان میگیرید، ببینین ما n تعداد داده‌های ترین ما هست و برای اینکه این گرادیان رو حساب کنید باید بیایید خب محاسبات خیلی زیادی رو انجام بدید تا این گرادیان W به دست بیاد و بعد از اینکه گرادیان W به دست اومد ما بیایم وزنها رو حالا آپدیت کنیم بر اساس گرادیان به اصطلاح گرادیان تابع لاس فانکشن بیایم اونا رو آپدیت کنیم. خب در اینجا خب کاری که انجام میدن اینه که میان داده‌های ترین رو به سری بچ‌هایی تقسیم بندی میکنن که حالا میگن که به جای اینکه بیایم کل داده‌های ترین رو برای محاسبه گرادیان بدیم ما میایم خورد این کار رو انجام میدیم. یعنی مثلا 32 تا داده ترین 60 تا یا 128 تا حالا معمولا هم به صورت توان 2 در نظر گرفته میشه به برای محاسبه گرادیان لاس فانکشن نسبت به W به اصطلاح حساب میکنیم برای این بچ ها و میایم وزن ها رو آپدیت میکنیم تا سرعت ترین ما افزایش پیدا کنه. بنابراین ما داده‌های ترین رو به یک سری مین بچ تقسیم بندی میکنیم و این مین بچ ها رو استفاده میکنیم برای آپدیت وزن های W. اینجا هم یک لینکی داده شده که حالا SPM که میتونید یک طبقه بند خطی رو ترین کنید و پارامترش تغییر بدین و تاثیرات اون رو مورد بررسی قرار بدید. خب ببینین تکنیک های قبلی به اصطلاح که استفاده میشد برای حالا تشخیص تصاویر این بود که ما بیایم یه سری فیچر رو از این تصویر ورودی در بیاریم و استخراج کنیم و اینا رو بدیم به یک طبقه بند برای طبقه بندی. خب که حالا اینجا مثلا اگه ما فیچرامون اینجوری بود میتونستیم اینا رو یک
به اصطلاح چون با یک طبقه بند خطی قابل جدا سازی نیستن بیایم و اونها رو یه ترانسفورمیشنی یه انتقالی انجام بدیم و اونها رو به این شکل در بیاریم و در فضای خطی خب اینا با یک طبقه بند خطی قابل جدا سازی هستند. و یا میتونیم از تکنیک کالر هیستوگرام استفاده کنیم برای استخراج ویژگی ها و یا میتونیم از HOG استفاده کنیم. خب HOG یه تکنیکی هست که حالا در ابتدا میاد یه سری تصویر رو به یه سری پچ ها تقسیم بندی میکنه، بعد در این پچ ها میاد گرادیان رو حساب میکنه و یه سری بین تعریف میکنه. این بین ها به اصطلاح گرادیان هر نقطه در هر پچ بر اساس نزدیکی به مرکز اون بین یک ووتی به خودش میگیره و در نهایت به هر حال میتونه گرادیان رو در پچ‌های مختلف مورد آنالیز قرار بده و یک فیچر وکتوری رو استخراج میکنه که حالا این فیچر وکتور میتونه به کلاسیفایر داده بشه و برای به اصطلاح طبقه بندی که حالا اگه بخواید اطلاعات بیشتری در خود HOG داشته باشه میتونن یه ویدئویی از دکتر مبارکشاه از دانشگاه فکر میکنم کالیفرنیا باشه، اگر سرچ بزنن توی گوگل و یوتیوب درس ماشین لرنینگ ایشون در یوتیوب هست و HOG رو اونجا به طور کامل توضیح میدن ایشون. خب یا تکنیک های مثل بگ آف دی ورد برای مثلا استخراج ویژگی ها استفاده میشه. بگ آف دی ورد خب این از NLP Natural Language Process اومده. یعنی چه جوری مثلا شما در نظر بگیرید من یه تکستی رو دارم که یه سری اعدادی رو یه سری کلماتی در داخل اون هست، مثلا مثل بیلد کد بوک، خب میاد مثلا تعداد بیلد ها رو میشماره، تعداد کد بوک ها رو میشماره و یه هیستوگرامی به هر حال به دست میاره. اما خب این برای پردازش تکست بوده و حالا وقتی که خواستن اینو تو تصویر بیارن اومدن از روش‌های کورنر دیتکشنی مثل هریس و سیفت و اینا استفاده کردن و اون نقاطی از تصویر که حالا تحت عنوان کی پوینت هسته رو استخراج کردن، در اطراف کی پوینت ها یه سری فیچر در آوردن و حالا میان تعداد این فیچرها رو مثلا در تصویر میشمارن و اینو تحت عنوان بگ آف دی ورد به اصطلاح مطرح میکنن. خب اما آنچه که به هر حال خلاصه اینا تکنیکایی هستن که برای فیچر اکسترکشن هست، حالا چه HOG چه BOW یا بگ آف دی ورد یا حالا تکنیکای دیگه‌ای که حالا وجود داره. اینجا ما چه اتفاقی میافتاد در روش‌های سنتی که استفاده می‌کردیم این بود که خب ما این تصویر ورودی رو می‌دادیم، فیچرها استرک می‌شد، می‌دادیم یک کلاسیفایر و خب ریزالتا به دست میومد و هیچ وقت نمیتونستیم این قسمت فیچر اکسترکشن رو آپدیت کنیم در پروسه ترین. یعنی ما دیتامون رو میدادیم، فیچرها فیکس استخراج میشد، میدادیم به کلاسیفایر، حالا کلاسیفایر اینجا داشتیم تغییر میدادیم و ترین میکردیم، هیچ کاری هم به این فیچر اینا هم اصلا آپدیت نمیشه. اما در بحث دیپ لرنینگ آنچه که اتفاق میفته اینه که به اصطلاح فیچرها همش در حال آپدیت ان در پروسه ترینینگ و اتفاقی که میفته اینها همش در حال آپدیت شدن هستن به جهت اینکه ما بتونیم یه ریزالت بهتری در خروجی به دست بیاریم. خب من این اسلاید هم به پایان میرسه و البته باید یه مقداری توضیحاتی رو من در خصوص رگولاریزیشن به شما بگم که حالا اونم خدمتتون عرض میکنم، ولی در اسلاید بعدی ما در لکچر بعدی در خصوص بک پروپاگیشن و یه مقدمه از شبکه‌های عصبی بحث و بررسی خواهیم کرد. خب ببینین من قرار بود که در خصوص این چرا اینکه L2 دوست داره خب که وزنها رو خب برای پخش کنه و L1 که حالت اسپارس بشه توضیح بدم. ببینین ما لاس فانکشنی رو تعریف کرده اینجا با این عنوان برای حالت به اصطلاح L1. ببینید WX به اضافه B همون خروجی لینیر کلاسیفیکیشن ما هست، Y همون برچسبی است یا اون لیبلی است که ما دادیم به توان 2 یعنی از MSE استفاده کرده یعنی خطای MSE و به اضافه یه ترم رگولاریزیشن یا که همون L1 هسته رو اینجا اضافه کرده.
ببینید ما میخوایم در خلاف جهت گرادیان حرکت کنیم، یعنی باید از این لاسه نسبت به W بیایم مشتق بگیریم. خب این ترم قد مطلق W دو تا وضعیت براش به وجود میاد، اگه W بزرگتر از 0 باشه 1 و کوچکتر باشه -1 میشه و حالا این ترم هم حالا میخوایم ازش مشتق بگیریم نسبت به W، قاطعا این خواهد شد مشتقش. و حالا اگر که من میخوام W رو آپدیت کنم، W قبلی رو در خلاف جهت گرادیان با آپدیت کنم با یه اتا، این اتا ضریب لرنینگ ریت ما هست که حالا یه هایپر پارامتر هست که باید تنظیم بشه. حالا اگه زیاد باشه باعث میشه ما خیلی اوسیلیت کنیم و اگر خیلی کم باشه باعث میشه سرعت لرنینگمون کم باشه. برای یه ترید آفی باید داشته باشه، حالا نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچک و جزء پارامتر هایپر پارامتر ما هست. حالا اگه من بیام از این مشتق بگیرم، یعنی از این الوانه که در بالا نشون دادیم نسبت به W مشتق بگیرم، یه همچین چیزی خواهد شد و با یه سری ساده سازی و یک گرفتن و اچ و این مقدار گرفتن میرسیم به یک همچین عبارتی. ببینید حالا چه اتفاقی میفته در الوان دیستنس. اگه W ما بزرگتر از 0 باشه، این لامداه، یعنی میخوام یه مقدار ثابتی رو ازش یه مقدار لامدا کم کنیم. یعنی چی؟ یعنی دوست داریم اینو به 0 نزدیک کنیم. و اگه W ما کوچکتر از 0 باشه، ما دوست داریم با این مقدار مثبت لامدای جمعش کنیم تا این به اصطلاح به سمت 0 بره. من اینجا اتا مساوی با 1 رو من فکر کنم اشتباها لامدا اسم گذاشتم و این لامدا هم خب برای بزرگتر از 0 است. امیدوارم این پرزنت براتون مفید واقع بشه و اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار بده. براتون روز و روزگاری خوش آرزو مندم.